به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و گرامی. بینندگان عزیز، امری بر معروف و نهی از منکر، یعنی به کارهای نیک امر نمودن دیگران را و از کارهای زشت باز داشتن، یکی از رکنها و یکی از چیزهای اساسی در دین است. این صفت همان سبب است که امت آخرین را به داشتن آن خداوند عزوجل بهترین امت نام نهاده. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. یعنی بدین سبب شما در میان امتان بهترین امت محسوبید، زیرا اینکه چنین صفت دارید. یعنی باید چنین صفت داشته باشید اگر خواهید بهترین باشید. امری به معروف میکنید، به کارهای نیک مردم را فرا میخوانید و تنهون عن المنکر، و از کارهای بد مردم را باز می‌دارید و به خدا ایمان راستین دارید. دوستان عزیز، گرچنده که ایمان پایه و اساس و شرط همه عملهای نیک است، اما ببینیم که در این آیت پیش از ایمان امر بر معروف و نهی از منکر ذکر شده است. این افاده اهمیت این خصلت، اهمیت این عمل را افاده می‌کند. و وظیفه دعوت و امر بر معروف و نهی منکر آنگونه که از فرائض مهم اسلام است، اینچنین ترک آن پیامدهای بد دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک از پیامدهای ترک نمودن امر بر معروف و نهی منکر ما را هشدار دادند. در حدیثی که آن را امام ابو داود از حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه روایت کرده که فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب. یعنی مردم چون ببینند که ظلم میکند، مال مردم را غصب میکند، مردم را بناحق آزار و اذیت میکند، به تهمت و بهتان آنها را از آزادی محروم میسازد، ظلم ظالم گناهگون است. مردم چون ظلم ظالم را ببینند و دستی او را از ظلم بر ندارند، او را منع نکنند، سکوت را انتخاب کنند و بی‌طرفی کنند که بی‌طرفی بی‌شرفی است، فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم اینجا از پیامد این تصرف، از پیامد این گونه برخورد با ظالم اینجا هشدار دادند. گفتند بر سر چنین مردم نزدیک است که خداوند عقاب عمومی نازل نماید. یعنی نزدیک است که خداوند بر سر چنین مردم عقاب عمومی، عذاب فراگیر بیارد. یعنی زلزال، سیل، بلا و مصیبت فراگیر و همین خود گرفتاری به چنگال ظلم ظالم مدتی طولانی، این همه از عقوبت‌های عمومی و فراگیر خداوند است که ملت را که چون ظلم ظالم را ببیند و سکوت کند گرفتار بشود. بنابراین این حدیث شریف که از حضرت ابوبکر روایت می شود می توان گفت قاعده شناخت سرچشمه بلا و مصیبت هاست. اگر ما می خواهیم بلا و مصیبت ها و گرفتاری های عمومی در ملت را جستجو نماییم و اصل و منشأ آن را پیدا نماییم، در این حدیث بیان شده سکوت بر ظلم ظالم سرچشمه و موجب و عاملی آمدن چنین بلا و مصیبت های فراگیر است.